دوستان سلام. میگم این ولی فقیه نظام درسته که مثل زردک نه بو داره و نه خاصیت، اما از حق نگذریم یه خاصیت مهم داره، اونم تأمین سوژه واسه کارگاه موشکافی ماست. به جان خودم این نرمش قهرمانانه‌ای که اخیراً پوزشو داد حالا واسه موشکاف درآمد داره. در این چند روز باقی مونده تا سفر دکتر روحانی به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، رسانه‌های غربی و آمریکایی تبلیغات گسترده‌ای رو درباره این سفر تدارک دیدند. این رسانه‌ها با چینش نادرست موضوع نرمش قهرمانانه در کنار بخش‌های گزینشی از مصاحبه اخیر رئیس جمهور دارن تمام تلاششون رو میکنن تا به دو هدف برسن. اول اینکه القا کنن ایران به دلیل فشارها و تحریم‌ها از مواضع و اصولش کوتاه اومده و دوم اینکه بگن ایران به شدت دنبال مذاکره با آمریکاست و به همین دلیل هم قراره در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک رؤسای جمهور ایران و آمریکا با هم مذاکره کنند. راست میگه دیگه بابا. آهای رسانه‌های استکباری القا نکنید. سیدعلی غلطی کرد، از زور تحریما یه نرمشی به جسم ناقصش داد، این که دیگه القا نداره که. مگه نمیبینید با همین یه قاشق شکری که خورده چه علم شنگه‌ای تو نظام به پا شده؟ وای به حال این که بخواد جام زهر رو بره بالا. به راستی چگونه قابل پذیرش است که رهبری حدود 24 سال به لزوم پافشاری بر مبانی و اصول انقلاب اسلامی تاکید کند و به یک باره حاضر به عقب نشینی از اصول اساسی امام و انقلاب شود؟ چگونه قابل پذیرش است؟ هیچی. وقتی فشار مگاتونی بحرانا بزنه دک و دنده سیدعلی رو له و لورده کنه همین میشه دیگه. تازه کجاشو دیدی؟ یه سری به سایت شیخ اکبر بزن ببین چه تو سری به سیدعلی زده. قبول قطعنامه نرمش شجاعانه امام بود. اونا که فکر میکنن با کل شقی و یک دندگی باید هر حرفی را زدیم تا قیامت پای آن بایستیم، نه تنها انقلابی نیستند که عین مظاهر ارتجاع و تعصب جاهلی هستند. سیدعلی بخور. بفرما. میگه سیدعلی فیگور قهرمانانه مهرمانانه رو هم بذار کنار، از این سوسه ها واسه ما نیاد. اگه فک وامونده رو با نکنی و پاتیل زهر رو هرد نکشی اوضاع بیخ پیدا میکنه، انبار باروت میتره که بعد بیا و درستش کن. از اون طرف دنب بنفش کوسه یعنی شیخ فری هم که این روزا حسابی حول رقص تانگو تو نیویورک برش داشته، از هر فرصتی واسه غیر و اطوار قهرمانانه استفاده میکنه. ملت ایران با غرب آماده مذاکره و سخن گفتن است، به شرط آن که پیش شرطی نباشد، از موضع برابر باشد، با احترام متقابل باشد، در فکر منافع خود نباشند، منافع متقابل مطرح باشد. ملت ایران ملت منطقه است، ملت دوستی است، ملت صلح است، ملت همکاری است. می توانیم همه دست به دست هم بدهیم و مشکلات منطقه و حتی مشکلات جهانی را حل و فصل کنیم. بابا هر کی ندونه من که میدونم تو یکی چه لهلهی واسه مذاکره میزنی. این عبای پیش شرط و موضع برابر و این حرفارم بذار کنار. همون بیجامه نرمش قهرمانانه که سیدعلی به پاتون دوخته کافیه.
به اکبر کوسم از قول موشکاف بگو ببین اینقدر هول نزن، الان دوران اون یارو دراکولای جماران نیستا، جام زهر میزنه جیگر میگره سیدعلی و توب و کل نظامو آسیاب میکنه. آهای حسن کلیدساز، یه پیغامم واسه تو دارم. ببین اینقدر جوش رسیدن به نیویورک و جناق شکستن با رفقای مماشاتی تو نزن. اینجا سروران با صفای موشکاف یعنی هموطنای با مرام بنده صف کشیدن میخوان دست جمعی بیان برات. ببین شیرینی ماه عسل اعتدال تو زهر حلاحل میکنیم به حلقه. روحانی جنایت پیشه محاکمت در پیشه، روحانی جنایت پیشه محاکمت در پیشه، روحانی جنایت پیشه محاکمت در پیشه، روحانی جنایت چی نوشته؟ رالی اگینست استیت ترور. منظورش اینه عاشق فریدون تروریست پدرتو در میاریم. چیزی من رفتم، تو آدرسم بهش بده تا بیاد تظاهرات تا فک شیخ فری رو بیاریم پایین. آره شیخ فری دیگه غلط کنه بیاد نیویورک واسه نرمش قهرمانانه. عاشق فریدون برو بگو استاد بیاد واسه بنده و این اشرف نشونا. تو کیو؟ موشکاف